سلام دوستان، میدونید چیه؟ نمیدونید؟ هی بابا خیلی مهمه. خرچنگ نظام میخواد یه نکته بگه. من میخوام یک جمله بگم. اونهایی که فکر میکنن فضا آنچنان باز شده که بتونن به مقدسات اهانت کنن، تحلیلشون قطعا اشتباهه. گذشت اون دوره ای که به مقدسات اهانت میکردید. چی باز شده؟ فضا باز شده. خرچنگ ریشدار سود زدی، اونم از نوع بلبلیش. سیدعلی هی زور میزنه بگه نظام تو فاز انسجام و اقتداره، بعد تو میای آدرس شکافو به بسیجیا میدی. بابا خب حالا تو این فضا یا همون شکافی که باز شده چی میگذره؟ تو که سر کلافو باز کردی، خب تا برو دیگه. سخن اینه از اول انقلاب کسانی با قلم زهراگینشون به نیش زدن به این اسلام پرداختند. طی این چند ماه روزنامه ای ولایت مولا علی رو زیر سوال برد، روزنامه دیگری قصاص رو حکم غیر انسانی خواند. تشکر از قوه قضاییه که بنا به وظیفه ذاتیش به وقت و به موقع وارد شد، اون روزنامه حطاک رو تعطیل کرد، توقیف کرد. ولی یه تذکرم دارم، هیئت محترم نظارت باید این کارو میکرد. اوه میریم که داشته باشیم یه حمله سنگین از گوش راست ولایت به سمت دروازه شیخ فری. بشود ببینم چطوری میشودی خرچنگ. از وزارت ارشادم همین انتظار هست. وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد اسلامی است. عزیزان من طوری عمل کنید که این پسوند زیبنده شما باشه. اجازه نشر کتاب‌های فاسد را دادن زیبنده شما نیست. همینه دیگه، شکاف که باز میشه کرباس ولایت همینجوری جر میخوره میره تا ته. از کشیدن گوش ارشاد شروع میشه میره تا کشیدن دنب کی؟ کوسه. اما مشخص کنید افراطی از دیدگاه شما چیست؟ این از اون کلمات متشابهه. ما به صراحت گفتیم و با توجه به مبانی مقام معظم رهبری باز هم به صراحت میگوییم فتنه‌گران سال 1388 تندروی افراطی بودند که متاسفانه بعضیاشون سخاوتمندانه دارن پست میگیرن. برو افراطی چیه پشمک؟ این ادا و اطوارا چیه؟ بابا اصل قضیه رو چرا نمیگی؟ اونو رو کن. کوسه دور برداشته که جام زهر رو تا ته خالی کنه تو حلق سیدعلی. سیدعلی هم هول کرده میخواد یه جورایی نوک رقیبو بچینه. خب چرا دندون مذاکره سیدعلی رو نمیکشید که کامل خلاص شید؟ و اگر فکر میکنید با افراطی خواندن غیرتمندان دینی میتوانید اونها رو از صحنه منزوی کنید، بدانید که اشتباه میکنید. غیرتمندان دینی فقط و فقط راهنمودشان را از مقام معظم رهبری میگیرند و هیچگاه تحت تأثیر جو رسانه‌ای ساخته شما نیستند. آها، پس نقل راهنمودای عظماست. قرار شده کوسه و شیخ فری رو دون کنید، اما به مذاکره که رسید زمینگیر بشید ها. بدبخت، همه این مصیبت ها از همون گام اولیه که تو مذاکره برداشتی. آخه خر و خورما که با هم نمیشه که. گیر افتادی سیدعلی، بد جوری هم گیر افتادی. 4 دست و پات هواست. حالا هی کله ملق بزن، هی کله ملق بزن. آخرش چی؟
فری 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 واسه ما نداری خیری با کوسه مهربونی ما را هی میچزونی جام زهر رو میخوای به ما بخورونی فری 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 سدلی دنده کرده نظام و رنده فری تو دنگ مایی مثل ما ناغلایی واسه درد نظام بشوی دوایی فری 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 توی اصول خودت اصول گرایی چه تو خودتو حالا مدره میدونی اگه میخوای به من زهر بخورونی فری فری علیکی زور نزن فری نمیتونی فری فری با چماق و هویج تو رو میکنم فتیل پیچ اگه پاچم بذاری جلو ما دون دراری میذارم تو کمدی لگل کاری فری 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 بگو به صدلی هری روزهاش زر مفته داره از پا میافته برو من دارمت پارتیت کلافته فری 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 رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار با آقای موشکار